عشق من را خوار کردی، عشق تو به خوار باد. تو مرا تنها گذاشتی، در بر تو یار باد. آنقدر دوستت بداشتم، با هزاران مهرها، ذره دوستم نداشتی، در بر تو دوستدار باد. هر کسی از عشق خود ناکام گشت، او داد گفت، لیک من بر تو گویم، خانه ات آباد باد. هرگاه یادی تو آید بر سر، گویم ای وای، رفت سنگ دل ز من، بخت او را یار باد. سلام علیکم به تماشابینان و подписчикони канали Бародарон ТV. حالا ما به شما قصه پیشکش میکنیم. قصه درباره دخترانی که پول را از عشق بالا میدانند. پسر دختری را خیلی دوست می داشت و رفت به خواستگاری دختر. دختر به پسر گفت، معاشی که تو در یک ماه میگیری برابر خرج یک روزه من است. با این حال تو انتظار داری من با تو عروسی کنم؟ پسر گفت، من دوستت دارم، مگر این کم است؟ دختر گفت، برو برای خود یکی دیگر را پیدا کن. پسر با سر خم از نزد دختر دور شد. هرچند از در خود می پیچید، ولی قرار داد تا انتظار شود. همین خیل ثانیه های انتظاری به وجود آمد. ثانیه ها به دقیقه های، ساعت ها به سال ها تبدیل گشت. بعد از 2 سال در راه باغ عاشقان به یکدیگر بر میخورند. برابر او را دیدن، جوان سرش را خم کرده به زمین می نگرد. اما دختر می گوید، ببین، با یکی عروسی کردم که معاشش 10 برابر معاش تو زیاد است. پسر با این حرفها اشک از چشمانش جاری شد. در همین حال شوهر دختر آمد و به پسر گفت، رئیس، شما اینجا هستید؟ با زنم شما را معرفی میکنم. و به دختر گفت، این رئیس من است. خیلی وقت پیش خودش یکی را دوست داشت و با احترام آن وقت تا حال ازدواج نکرده است. اگر دختر همراهش عروسی میکرد، خیلی خوشبخت میشدند. دختر با شنیدن این حرفها دهانش بند شد و خاموش ماند و دانست که عاشق شدن با جمال و ثروت روز سوال دارد. پس آگاه باشید که هوا در حال تغییر است و همان هوای قبلی نمی ماند. هیچ وقت بلند پرواز نباش و با دیگران کوتاه بینی مکن که زمانه گذران است و چرخ روزگار پستی و بلندی دارد.